جوانای عزیز، پیش از آنی که شما زن میگیرین زنهاتون بینید، زنهایی که پیش از آنی که شوهر میگیرین شوهرهاتون بینید، تا که امروز باعث این جنگ و جنجال نشود. حضرت سعدی میگوید وگر پارسا باشد و خوش سخن، نگاه در نکویی و زشتی مکن. وگر پارسا باشد و خوش سخن، همین زنک خدا ترس باشد، زنک جای نماز داشته باشد، زنک معامله خوب داشته باشد، زنک تبسم و مرد داشته باشد، نگاه در نکویی و زشتی مکن. دیگر زیباگیش تماشا نکو گفتن، خوشروگی زن نکاب گفتن حضرت سعدی. زمانی که اگر پارسا خدا ترس باشه و خوش سخن باشد. زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. زنی خوب بکاو گفتن، زنی خوش معامله بکاو، زنی مسلمان بکاو، زنی خدا ترس بکاو، زنی زیبا نکاو گفتن.